هشدار! این کتاب صوتی شامل کلمات و جملاتی است که ممکن است برای همه مناسب نباشد. هنر رندانه‌ای به تخم گرفتن. فصل 8. اهمیت نگفتن. در سال 2009 همه دار و ندارم رو جمع کردم، فروختمشون یا گذاشتم تو انبار. آپارتمانم رو تحویل دادم و راهی آمریکای جنوبی شدم. تا این موقع وبلاگم که در مورد آموزش مخزنی و روابط بود، نسبتاً بازدید کننده های خوبی پیدا کرده بود و من با فروش PDF ها و دوره های آموزشی آنلاین تونسته بودم به درآمدی برسم که بدک نبود. برنامه‌م این بود که چند سال آینده رو خارج زندگی کنم، فرهنگ‌های جدید رو تجربه کنم و از هزینه‌های پایین زندگی در کشورهای در حال توسعه استفاده کنم که کسب و کارم رو بیشتر توسعه بدم. پسر 25 ساله و ماجراجو بودم و این همون رویای تبدیل شدن به یک کوچگر دیجیتال بود. دقیقاً همون چیزی که از زندگی می‌خواستم. آره میدونم این برنامه خیلی جذاب و قهرمانانه به نظر میرسه، ولی همه انرژی هایی که محرک من برای این سبک زندگی کوچگری بودن ارزش‌های سالمی نبودن. البته که من ارزش‌های قابل تحسینی هم داشتم. تشنگی برای دیدن جهان، کنجکاوی برای آدم‌ها و فرهنگ‌ها، یه جور ماجراجویی رها و بی‌مقصد. ولی زیر همه این ارزش‌ها و برنامه‌ها یک ارزش ناجور هم جا خوش کرده بود. شرم. اون موقع زیاد ازش آگاه نبودم، ولی اگه یه لحظه کاملا با خودم صادق می شدم متوجه می شدم که یک ارزش به درد نخور اونجا قایم شده. یه جایی اون زیر میرا. نمیتونستم ببینمش، ولی در لحظه های سکون که کاملا با خودم رو راست می شدم میتونستم حسش کنم. خودمحق بینی اوایل دهه دوم زندگیم و انوگوهای روانخراش دوران نوجوانیم یک سری چال چوله و اختلال مربوط به تعهد رو درون من جا گذاشته بودن. چند سال قبلش رو به طور افراطی صرف جبران کارهایی که فکر میکردم عقب موندم ازشون و اضطراب‌های اجتماعی سالهای نوجوانیم کرده بودم. در نتیجه حس میکردم با هر کسی که میخوام میتونم قرار بذارم. با هر کسی که میخوام میتونم دوست بشم. هر کسی که میخوام رو دوست داشته باشم. با هر کسی که دلم میخواد میتونم سکس کنم. پس چرا به یک نفر متعهد بمونم؟ یا به یک گروه اجتماعی، یک شهر، یک کشور یا یک فرهنگ؟ اگه میتونستم همه چیز رو به طور یکسان تجربه کنم، پس باید همه‌شون رو به طور یکسان تجربه میکردم. مگه نه؟ با این اشتیاق که فکر میکردم به همه دنیا وصلم، مثل یک بازی لیله جهانی به مدت 5 سال از این کشور به اون کشور میپریدم. 55 کشور رو گشتم، 10 دوست و رفیق پیدا کردم و پریدم توی بغل چندین محبوب و معشوق. همشون هم خیلی سریع جایگزین میشدن و بعضی هاشون هم با پرواز بعدی به کشور دیگه فراموش میکردم. زندگی عجیبی بود. پر بود از تجربه‌های فوق‌العاده و افق گستر و البته سرخوشی‌های سطحی که انگار برای سر کردن درد ریشه دوانده و نهان من طراحی و ساخته شده بود. تجربه‌هایی که داشتم همزمان خیلی عمیق و خیلی بی‌معنی بودن. هنوز هم همینطوره. بعضی از بزرگترین درس‌های زندگی و لحظه‌هایی که شخصیتم رو شکل دادن در همین دوران و روی جاده‌ها اتفاق افتادن. و البته در همین دوران بود که وقت و انرژی زیادی تلف کردم. الان من در نیویورک زندگی میکنم. یه خونه دارم با لوازم و مبلمان، یه قبض برق و یه همسر. هیچ کدوم از اینها مسحور کننده یا هیجان انگیز نیستن و من همین جوری دوستشون دارم. چون بعد از این چندین و چند سال پرهیجان، بزرگترین درسی که از ماجراجویی هام یاد گرفتم اینه که آزادی تام به خودی خود بی‌معنیه. آزادی این فرصت رو به آدم میده که به معناهای بزرگتر دست پیدا کنه، ولی به خودی خود لزوماً چیز معناداری نیست. در نهایت تنها راه رسیدن به معنا و حس اهمیت در زندگی، رد کردن گزینه‌ها، محدود کردن آزادی و انتخاب تعهد به یک مکان، یک باور و یک شخص است.
من به مرور زمان و در خلال سالها سفر به این بینش رسیدم. مثل بیشتر کارهای افراطیم در زندگی باید خودت رو توی اونها غرق کنی که بفهمی خوشحالت نمی کنن. سفر برای من یه همچین چیزی بود. بعد از اینکه خودم رو در 53مین، 54مین، 55مین کشور غرق کردم، کم کم متوجه شدم اگرچه همه تجربه هام هیجان انگیز و عالی بوده، ولی تعداد اندکی از اونها اهمیت ماندگاری داشته. در حالی که دوستام در وطن داشتن سر و سامون میگرفتن و ازدواج میکردن، خونه میخریدن و وقتشون رو با شرکت‌های جالب یا اهداف سیاسی جذابی میگذروندن، من داشتم خودم رو از این سرخوشی به سرخوشی بعدی میکشیدم. در سال 2011 به سنت پترزبورگ روسیه سفر کردم. غذا افتضاح بود. هوا افتضاح بود. برف در ماه می شوخیت گرفته. آپارتمانم افتضاح بود. هیچ چیز سر جاش نبود. همه چی خیلی گرون بود. آدم‌ها گستاخ بودن و بوی عجیبی میدادن. هیچ کس لبخند نمیزد و همه خیلی مشروب میخوردن. ولی با این وجود عاشق شدم و این سفر یکی از بهترین هام بود. فرهنگ روسی یه جوری رکه که اغلب غربی‌ها باش دچار سوء تفاهم میشن. اونجا خبری از مهمون نوازی‌های ساختگی و تعارف‌های الکی نیست. اونجا کسی به غریبه‌ها لبخند نمیزنه یا وانمود نمیکنه چیزی رو دوست داره که نداره. در روسیه اگر چیزی احمقانه باشه میگی احمقانه است. اگه یه آدمی تخمی باشه بهش میگی تو یه آدم تخمی هستی. اگه واقعا با یکی حال کنی و اوقات خوبی باش داشته باشی بهش میگی که باش حال میکنی و باش خوش میگذره. مهم نیست که این آدم دوست توه، غریبه است یا کسی که 5 دقیقه پیش تو خیابون دیدیش. هفته اول همه اینها خیلی آزاردهنده بود. رفتم سر قرار با یه دختر روس و 3 دقیقه از نشستن ما نگذشته بود که با یک قیافه بامزه بهم نگاه کرد و گفت این چیزی که گفتی خیلی احمقانه بود. نوشیدنی پرید توی گلومون نزدیک بود خفشم. طرز بیانش اصلاً جوری نبود که انگار دعوا داره. یه جوری گفت که انگار یه خبر پیش پا افتاده بود. مثل وضعیت هوای اون روز یا سایز کفشاش، ولی با این وجود هنوز تو شوک بودم. به هر حال در غرب اینجور رکگویی خیلی گستاخانه است. مخصوصاً اگه از طرف کسی باشه که چند دقیقه پیش ملاقات کردی. ولی انگار اونجا همه اینجوری بودن. هر کی از راه میرسید همینقدر پررو بود و در نتیجه ذهن غربی من احساس میکرد از همه طرف مورد حمله قرار گرفته. ضعف‌ها و ناامنی‌هام قرقر کنان در موقعیت‌های مختلف می اومدن بالا. یه جوری که انگار سالها فرصت خودنمایی پیدا نکرده بودن. چند هفته که گذشت من به رکگویی روسا عادت کردم. همونطور که به غروب آفتاب در نیمه شب یا ودکای تیزی که تا فیها خالدون معده رو میسوزوند عادت کردم. و بعد این فرهنگ رو به خاطر همین خصوصیت‌ها تحسین کردم. ابراز خالصانه، صداقت به معنای واقعی کلمه، ارتباط بدون قید و شرط، بدون شیله پیله، بدون انگیزه های پنهان، بدون تعارف تیکه پاره کردن، بدون تلاش برای اینکه کسی از شما خوشش بیاد. یه جورایی بعد از سالها سفر، شاید در یکی از غیر آمریکایی ترین جاهای دنیا بود که طعم آزادی رو چشیدم. اینکه بتونم هر فکر یا حسی رو به زبون بیارم بدون ترس از عواقبش. شکل عجیبی از رهایی بود که از طریق پذیرش رد کردن یا رد شدن به دست می اومد. و مثل کسی که بیشتر عمرش از این جور ابرازهای رک محروم بوده، اول توسط یک زندگی خانوادگی که عواطف رو سرکوب می کرد و بعدها تو این جریان که به همه نشون بدم من اعتماد به نفس دارم، سرمست این بی پرده گویی شدم. مثل بهترین ودکایی که تا حالا خوردم. اون 1 ماه که در سنت پترزبورگ گذشت مبهمه برام، ولی آخراش نمیخواستم که از اونجا برم. سفر یک ابراز فوق‌العاده برای خودسازیه. چون شما رو از ارزش‌های فرهنگ خودتون رها میکنه و بهتون نشون میده که جوامع دیگه میتونن با ارزش‌های کاملا متفاوت زندگی کنن و کارشون هم راه بیفته و از خودشون بعدشون نیاد. این مواجهه با ارزش‌ها و معیارهای فرهنگی متفاوت شما رو مجبور میکنه چیزهایی که فکر میکردین توی زندگی خیلی ازش مطمئن هستید رو دوباره بررسی کنید.
و احتمال بدین که شاید روش شما بهترین روش برای زندگی نیست. در این مورد به خصوص روسیه به من یاد داد که ارتباط چرت و پرت و ساختگی الکی مهربون که در فرهنگ خودمون رایجه رو از نو ارزیابی کنم و از خودم بپرسم که آیا این فرهنگ یه جورایی ما رو در قبال همدیگه متزلزل و ناامن نکرده یا نریده توی صمیمیت هامون؟ یادم یک روز داشتم با استادم که اهل روسیه بود در مورد این قضیه بحث می‌کردیم و اون تئوری جالبی در این مورد داشت. جامعه روسیه که نسل‌ها تحت سلطه کمونیسم زندگی کرده بود، با فرصت‌های خیلی کم اقتصادی و محبوس در قفس رعب و وحشت، فهمیدن که ارزشمندترین داراییشون اعتماده و برای ایجاد اعتماد باید رو راست باشی. این یعنی وقتی با اوضاع حال نمی‌کنی، رک و بدون عذرخواهی به زبونش بیاری. ابراز بی‌پرده اگرچه ناخوشایند ولی کاری ارزشمند محسوب می‌شد. چون برای بقا ضروری بود. چون باید مطمئن می شدی به کی میشه اعتماد کرد و به کی نمیشه. و باید خیلی سریع ته و توی این قضیه رو در می آوردی. ولی در غرب آزاد فرصت‌های تجاری به وفور پیدا می شد. اونقدر زیاد که اگه خودت رو یه جور خاصی نشون میدادی ارزشمندتر محسوب می شد. حتی اگه اون جور خاص غلط بود و خود واقعیت نبود. در همچین جامعه‌ای اعتماد ارزش خودش رو از دست داد. ظاهرسازی و جنس غالب کنی به فرم‌های به درد بخورتری از ابراز تبدیل شدن. اینکه آدم‌های زیادی رو به طور سطحی بشناسی خیلی منفعتش بیشتر بود از اینکه آدم‌های معدودی رو از نزدیک و عمیق بشناسی. به همین دلیل در فرهنگ‌های غربی این به یه هنجار تبدیل شد که چیزهای مؤدبانه بگی حتی وقتی که خوشت نمیاد. دروغ‌های مصلحتی کوچولو بگی و با بقیه موافقت کنی وقتی موافق نیستی. به همین دلیل آدم‌ها یاد می‌گیرن وانمود کنن با کسی رفیق هستن که ازش خوششون نمیاد و چیزهایی بخرن که واقعا نمیخوان. سیستم اقتصادی اینجور رفتارها و فریب‌ها رو تشویق میکنه. ایراد این قضیه اینه که در غرب تو هیچ وقت نمیتونی بفهمی که آیا میتونی به کسی که داری باهاش حرف میزنی اعتماد کنی یا نه. بعضی وقتا این مسئله بین دوستای صمیمی و اعضای خانواده هم وجود داره. در غرب اونقدر روی آدم‌ها فشار هست که محبوب باشن که اغلب اوقات آدم‌ها همه شخصیتشون رو بسته به این که مخاطبشون چه کسی است از نو پیکربندی میکنن. پس زده شدن زندگیت رو بهتر میکنه. فرهنگ مثبت‌گرایی، مصرف‌گرایی این باور رو در ذهن ما فرو کرده که ما تا جایی که ممکنه باید پذیرا و تایید کننده باشیم. و این شالوده خیلی از کتاب‌های به اصطلاح مثبت اندیشیه. آغوش خود را بر روی فرصت‌ها باز کنید. پذیرا باشید. به همه چیز و همه کس آری بگویید و الی آخر. ولی ما باید یه چیزی رو رد کنیم. در غیر این صورت هویتی نخواهیم داشت. اگه هیچ چیزی از چیزهای دیگه بهتر یا خواستنی‌تر نباشه، اون وقت ما تو خالی میشیم و زندگیمون بی‌معنا، بدون ارزش خواهیم بود و زندگیمون بدون مقصود. اینکه از رد شدن یا رد کردن یه سری چیزها تفره بریم در وهله اول شاید حس خوبی بهمون بده و این همون حسیه که دنیای بیرون سعی میکنه به ما غالب کنه. بهمون سرخوشی کوتاه مدت میده ولی در بلند مدت ما رو سرگردون و بی سمت و سو میکنه. برای اینکه واقعا قدر چیزی رو بدونی و تحسینش کنی باید خودت رو بهش مقید کنی. اینکه سالها از زندگیت رو وقف یک رابطه، یک اثر یا یک مسیر شغلی کنی، لذت، معنا و احساس رضایت زیادی در خودش داره. و اگه گزینه‌های دیگر رو پس نزنی نمیتونی در بلند مدت سرمایه گذاری کنی و به نتیجه درست درمونی برسی. انتخاب یک ارزش برای خودت و زندگیت نیازمند اینه که دست رد به ارزش‌های جایگزین بزنی. اگر من انتخاب کنم که ازدواج و تشکیل خانواده رو به مهمترین بخش زندگیم تبدیل کنم، این یعنی انتخاب کردم که به اورجی‌های روی کوکائین با دردآفا خیلی بها ندم. اگر انتخاب کردم که خودم رو بر اساس تواناییم در برقراری دوستی‌های شفاف و صادقانه قضاوت کنم، یعنی دیگه نمیخوام پشت سر رفیقام کسچر بگم و به غیبت کردن نمیگم. اینها تصمیم‌های سالمی هستند
و هر بار باید به خاطر اونها به گزینه‌ها و فرصت‌های دیگه نه بگی. نکته اینه که اگه میخوایم یک چیز خاص رو به عنوان ارزش انتخاب کنیم، باید براش تره خورد کنیم. و برای اینکه یک چیزی رو ارزش خودمون قلمداد کنیم، باید چیزهایی که اون چیز نیستن رو رد کنیم. برای اینکه X رو ارزش خودمون بدونیم، باید غیر X ها رو رد کنیم. این پس‌زنی ها بخش ذاتی و ضروری حفظ ارزش ها و در نتیجه هویتمون هستن. ما توسط چیزهایی که انتخاب میکنیم پس بزنیم تعریف میشیم و اگه چیزی رو رد نکنیم، شاید از ترس اینکه خودمون توسط چیزی پس زده بشیم هیچ هویتی نخواهیم داشت. اجتناب از پس‌زنی به هر قیمتی، اجتناب از مناقشه و رودررویی، تلاش برای پذیرش همه چی به طور مساوی، تلاش برای اینکه هر چیزی رو سازگار و همخوان کنی، شکل عمیق و البته ظریفی از خودمحق بینیه. آدم‌های خودمحق بین از اونجا که فکر میکنن استحقاقش رو دارن همیشه حال خوب داشته باشن، به هیچ چیزی دست رد نمیزنن. چون اگه این کارو بکنن حس بدی به خودشون یا به یکی دیگه دست میده. و چون به هیچ چیز دست رد نمیزنن، یک زندگی بی‌ارزش، سرخوشی محور و خودشیفته رو در پیش میگیرن. همه اون چیزی که بهش اهمیت میدن اینه که سرخوشیشون رو به مدت طولانی تر حفظ کنن. از شکست‌های اجتناب ناپذیر زندگی دوری کنن و وانمود کنن که رنج در زندگیشون وجود نداره. پس‌زنی مهارت حیاتی و مهمی در زندگیه. هیچ کس نمیخواد توی کسب و کار یا شغلی که بهش اعتقاد نداره پابند باشه. هیچ کس نمیخواد در گفتن چیزی که واقعا میخواد به زبان بیاره احساس ناتوانی کنه. ولی با این وجود آدم‌ها انتخاب اولشون پس نزدن و کنار اومدنه. همیشه. آدمیزاد به طور طبیعی عاشق صداقته. ولی بخشی از صادق بودن در زندگی اینه که با نگفتن و نشنیدن اوکی بشیم. در نتیجه پس‌زنی رابطمون رو بهتر و زندگی عاطفیمون رو سالمتر میکنه. مرزها. روزی روزگاری در زمانهای قدیم دختر و پسر جوانی بودند که خانواده هاشون از هم متنفر بودن. ولی پسر دزدکی وارد مهمونی شد که خانواده دختره برگزار کرده بودند. چون خب آدم حول و کسخلی بود. دختره پسرک رو میبینه و فرشته‌های خیالی ترانه شیرینی برای اعضای زنانش میخونند و دچار رطوبت موضعی میشه و اینجوری میشه که همونجا در لحظه عاشق پسره میشه. به همین سادگی. بعد دوتایی میرن به باغ خونه دختره و تصمیم میگیرن که فردای همون شب با هم ازدواج کنن. تصمیم منطقی به نظر میرسه، مخصوصا وقتی دوتا خانواده سایه همدیگر رو با تیر میزنن. چند روز بریم جلوتر. خانواده ها از ازدواج این دو خبردار میشن و کف و خون بالا میارن. دعوای قبیله‌ای میشه. حتی مارکیزیو رفیق شفیق پسره طی این ماجرا میمیره. دختره خسته از این جفای روزگار اینقدر غمگین میشه که دوا میخوره تا بخوابه. 2 روز تمام میخوابه. ولی از بعد روزگار این زوج جوان ارتباطات درست حسابی در زندگی مشترک رو بلد نیستن و دختره کاملا فراموش میکنه که در مورد این قضیه به شوهرش چیزی بگه. در نتیجه دوماد قصه ما فکر میکنه عروس خانم خودکشی کرده. اون هم دیگه کاملا قاطی میکنه و دست به خودکشی میزنه. به این امید که در زندگی پس از مرگ یا یه همچین کوفتی دوباره به هم برسن. ولی دختره بعد از 2 روز از خواب بیدار میشه و متوجه میشه که بله، جاتر و بچه نیست. شوهرش خودکشی کرده. پس اون هم همین روش رو در پیش میگیره و خودشو میکشه. پایان. در فرهنگ امروزی ما رومئو و جولیت نماد عشق و عاشقیه. در فرهنگ انگلیسی زبان بهش میگن داستان عاشقانه. ایدئالی که همه میخوان بهش برسن. ولی وقتی توی قصه ریز میشی میبینی که این بچه‌ها کاملا عقلشون رو از دست دادن و کسخل شدن و خودشون رو به کشتن دادن که همین قضیه رو ثابت کنن. خیلی از فرهیختگان شک دارن که شکسپیر رومئو و جولیت رو در ستایش عشق و عاشقی نوشته باشه. اونها میگن این اثر نقدی بر عشق و عاشقیه و اینکه عشق و عاشقی چقدر میتونه احمقانه باشه. شکسپیر نمیخواست این نمایشنامه عشق رو شکوهمند جلوه بده. در واقع هدفی کاملا برعکس داشت. یک تابلوی نئون چشمک زن که روش نوشته وارد نشوید.
و چسبای زرد پلیس دورش کشیده شده که روش نوشته عبور نکنید. عشق رمانتیک در طول تاریخ بشر مورد نقد و نکوهش بوده، برخلاف این روزها که خیلی هم پرطرفدار و خواستنیه. در واقع تا اواسط قرن 19 میلادی عشق یه چیز غیر ضروری محسوب میشد. یک عامل بازدارنده و از لحاظ روانشناختی خطری برای چیزهای مهم زندگی. چیزهایی مثل کشاورزی پروپیمون یا ازدواج با مردی که گوسفندهای زیادی داره. اغلب جوانها رو مجبور میکردن که از عشق و عاشقی کنار بکشن به نفع ازدواجهای اقتصادی که ثبات رو برای خود و خانوادهشون تضمین میکرد. ولی توی این دور زمونه این مدل عشقهای دیوانه‌وار شیرین و فرهاد توری خیلی وسوسه برانگیزند و فرهنگ ما رو در بر گرفته و هرچه رمانتیکتر بهتر. چه بن افلک باشه که داره آماده میشه یک سیارک رو منهدم کنه و زمین رو به خاطر عشق به یک دختر نجات بده، یا مل گیبسون باشه که صدها مرد انگلیسی رو میکشه در حالی که توی کلش تصاویر شکنجه و تجاوز به همسرش آروم و قرار رو ازش گرفته، یا اون داف خوشگل الون توی ارباب حلقه ها که فنا ناپذیریش رو بخشید به خاطر اینکه با آراگون باشه، یا اون کمدی‌های احمقانه‌ای که توش جیمی فالن بی خیال بلیت بازی تیم رد ساکس در مرحله حذفی میشه چون درو بریمور دلش هواشو کرده یا یه همچین چیزی. اگه اینجور عشق‌های رمانتیک مثل کوکائین بود، اون وقت همه ما توی این فرهنگ مثل تونی مونتانا در فیلم صورت زخمی بودیم. کلمون رو توی کوهی از کوکائین فرو می‌کردیم و فریاد می‌زدیم به رفیق کوچولوی من سلام کن. مشکل اینجاست که ما داریم متوجه میشیم عشق رمانتیک واقعا مثل کوکائینه، یعنی به طرز ترسناکی شبیه به کوکائین عمل میکنه. یعنی دقیقاً همون قسمت‌های از مغز رو انگول میکنه که کوکائین، یعنی تو رو بالا میبره و برای مدتی حال خوبی بهت میده، ولی در کنارش همون قدر که مشکلات رو حل میکنه همون قدر هم مشکل به وجود میاره، درست مثل کوکائین. بیشتر عناصر سازنده عشق رمانتیک که ما به دنبالش هستیم، یعنی برون ریزی احساسات به طرزی دراماتیک و سرگیجه آور، بالا پایین های عشق آتشین، نمایشی سالم و حقیقی از عشق نیستند. در واقع شکل دیگه از خود محق بینی هستند که خودشون رو در روابط نشون میدن. میدونم که این قضیه باعث میشه که من براتون یه آدم ضد حال باشم. جدی میگم. آخه کی اینجوری عشق و خار و خفیف میکنه؟ ولی خوب به حرفام گوش کن. واقعیت اینه که ما عشق سالم داریم و عشق ناسالم. عشق ناسالم یعنی وقتی دوتا آدم از طریق حسایی که به هم دارن میخوان از مشکلاتشون فرار کنن. به عبارت دیگه از همدیگه به عنوان راه فرار استفاده میکنن. از طرف دیگه عشق سالم یعنی وقتی دوتا آدم با همدلی و حمایت همدیگه به مشکلاتشون اقرار میکنن و میرن که شاخش رو بشکنن. تفاوت عشق سالم و ناسالم به این دوتا چیز برمیگرده. 1. هر کدوم از طرفین رابطه چقدر مسئولیت پذیر هستند و 2. هر کدوم از طرفین چقدر با پس زده شدن از طرف دیگری کنار میان. هر جایی که یک رابطه ناسالم یا مسموم وجود داشته باشه، احساس مسئولیتی شلوول و رخنه پذیر روی طرفین هست و یه جور ناتوانی در پس‌زنی. ولی وقتی رابطه سالم و پرمهر باشه، مرزهای واضحی بین طرفین و ارزش‌هاشون وجود خواهد داشت و هر کجا که لازم شد خیابانی پهن بینشون باز میشه برای رفت و آمد رد کردن یا رد شدنها. منظورم از مرز ترسیم خطهای واضح بین مسئولیت آدمها برای مدیریت مشکلات خودشونه. آدم‌هایی که توی روابط سالم با مرزهای واضحی هستند، مسئولیت ارزش‌ها و مشکلات خودشون رو میپذیرن و زیر بار مسئولیت ارزش‌ها و مشکلات پارتنرشون نمیرن. آدم‌هایی که روابط ناسالم یا مرزهای ضعیف یا بدون هیچ مرزی هستند، مدام از زیر بار مسئولیت و مشکلات شونه خالی میکنند و یا اینکه مسئولیت مشکلات پارتنرشون رو بر عهده میگیرند. مرزهای ضعیف چه شکلی هن؟ بذار چند تا مثال برات بزنم. اجازه نداری بدون من با دوستات بری بیرون. تو که میدونی من چقدر حسودی میکنم. باید خونه پیش من بمونی. همکارای من خیلی احمقن. همیشه کاری میکنن که دیر به جلسه‌ام برسم، چون همش باید بهشون بگم فلان کارو چجوری باید انجام بدن.
باورم نمیشه اینجوری من رو پیش خواهرم احمق جلوه دادی. دیگه هیچ وقت جلوی اون با هم مخالفت نکن. خیلی این موقعیت شغلی توی بوستون رو دوست دارم، ولی میدونم مامانم هیچ وقت من رو نمیبخشه اگه ازش دور بشم. من خوشم میاد دوست دخترت باشم، ولی میشه به دوستم سیندی چیزی نگی؟ آخه خیلی ناراحت میشه و اعتماد به نفسش رو از دست میده اگه من دوست پسر داشته باشم و اون نداشته باشه. در هر کدوم از این سناریوها شخصی داره مسئولیت مشکلات یا عواطفی رو میپذیره که مال خودش نیست، یا از یکی دیگه میخواد که مسئولیت مشکلات یا عواطفش رو بر عهده بگیره. به طور کلی آدم‌های خودمحق بین در روابطشون توی یکی از این دوتا دام میافتن. یا انتظار دارن که بقیه مسئولیت مشکلات ایشون رو بر عهده بگیرن. من یه آخر هفته آروم توی خونه میخواستم، بعد این رو میدونستی و برنامه‌هات رو کنسل میکردی. و یا اینکه زیادی مسئولیت مشکلات بقیه رو بر عهده میگیرن. دوباره کارش رو از دست داد، ولی فکر کنم تقصیر منه، چون اونقدر که باید پشتیبانش نبودم. فردا میرم که بهش کمک کنم رزومش رو بازنویسی کنه. آدم‌های خودمحق بین از این استراتژی‌ها در روابطشون استفاده میکنن، همونطور که برای هر چیز دیگه‌ای میرن سراغ این استراتژی تا از زیر بار مسئولیت مشکلاتشون شونه خالی کنن. در نتیجه روابطشون شکننده و تقلبیه. محصول تفره رفتن از دردهای درونیه و نه محصول ستایش و احترام واقعی نسبت به محبوب. این قضیه نه تنها برای روابط عاشقانه بلکه در روابط خانوادگی و رفاقت‌ها هم صدق میکنه. یک مادر سلطه‌جو ممکنه مسئولیت همه مشکلات زندگی بچه‌هاش رو بر عهده بگیره. و این مادر بچه‌های خودمحق بینی رو بار میاره که همیشه در زندگی انتظار دارن یکی دیگه از راه برسه و مسئولیت مشکلاتشون رو بر عهده بگیره. به همین دلیله که مشکلاتی که در زندگی عاشقانه و روابطمون داریم به طرز ترسناکی به مشکلات بین والدینمون شبیه هستن. وقتی مرزهای نامشخص و مه گرفته‌ای برای مسئولیت عواطف و کارهات مشخص کردی و حوزه‌هایی رو شکل دادی که توش مشخص نیست کی مسئول چیه، چی تقصیر کیه، چرا داری فلان کار رو انجام میدی، هیچ وقت نمیتونی ارزش‌های قرص و محکمی برای خودت بسازی. تنها ارزشت این میشه که پارتنرت رو خوشحال کنی، یا تنها ارزشت این میشه که پارتنرت تو رو خوشحال کنه. و البته این قضیه خودش مشکلات بیشتری به بار میاره. و روابطی که اینجور مه گرفته و تار هستند معمولاً مثل هیندنبرگ سقوط میکنند، با کلی داستان و آتیشبازی و سر و صدا. آدم ها نمیتونن مشکلات شما رو حل کنن و نباید هم تلاشی براش بکنن، چون این براتون خوشحالی واقعی به بار نمیاره. شما هم نمیتونید مشکلات یکی دیگر رو براش حل کنید، چون این هم اونها رو خوشحال نمیکنه. یکی از نشونه‌های روابط ناسالم اینه که دو تا آدم سعی میکنن مشکلات همدیگر رو حل کنن که به خودشون حس خوبی دست بده. از طرفی در یک رابطه سالم دو طرف مشکلات خودشون رو حل میکنند برای اینکه در مورد همدیگه حس خوبی بهشون دست بده. مرزبندی مناسب و درست حسابی به این معنی نیست که تو نمیتونی به همدمت کمک کنی یا ازش حمایت کنی، یا اینکه اجازه ندی اون هم بهت کمک کنه یا ازت حمایت کنه. جفتتون باید از هم حمایت کنید، ولی فقط به این دلیل که انتخاب کردین حمایت کنین یا حمایت بشین. نه به این دلیل که حس میکنین مجبور شدی یا حق توه یا سهم توه یا زن توه. آدم‌های خودمحق بین که تقصیر کارها و احساساتشون رو میذارن گردن دیگری، این کار رو میکنن چون باور دارن اگه همیشه خودشون رو به عنوان قربانی جا بزنن، در نهایت یکی از راه میرسه که اونها رو نجات بده و مهری که همیشه طلب میکردن رو دریافت میکنن. آدم‌هایی که تقصیر کارها و احساسات دیگری رو بر عهده میگیرن، این کارو میکنن چون باور دارن که اگه پارتنرشون رو درست کنن و نجاتش بدن، مهری که همیشه میخواستن رو دریافت میکنن. اینها یین و یانگ هر رابطه ناسالمی هستن. قربانی و ناجی. آدمی که آتش رو روشن میکنه چون این کار حس مهم بودن بهش میده، و آدمی که آتش رو خاموش میکنه چون این کار بهش حس مهم بودن میده. این دو مدل آدم خیلی جذب همدیگه میشن و در نهایت به هم میرسن. آسیب شناسی این آدم ها خیلی با هم مچه.
معمولاً زیر سایه پدر و مادرهای بزرگ شدن که یکی از این ویژگی‌ها رو از خودشون نشون دادن. در نتیجه برداشت این آدم‌ها از رابطه شاد اونه که بر اساس خودمحق بینی و مرزهای ضعیف بنا شده باشه. متاسفانه جفتشون نمیتونن نیازهای واقعی همدیگر رو ارضا کنن. در واقع این الگوی بیمار تقصیر رو بر گردن دیگری انداختن و تقصیر رو بر عهده گرفتن باعث وخیم‌تر شدن خودمحق بینی و همچنین تنزل عزت نفس میشه. ویژگی هایی که در درجه اول اجازه نمیدادن نیازهای عاطفی این آدم‌ها ارضا بشه. قربانی مشکلات بیشتر و بیشتر ایجاد میکنه که نیاز به حل شدن دارند. نه به این خاطر که واقعا مشکلات بیشتری وجود دارن، به این خاطر که با این کار توجه و مهری که میخواد رو دریافت میکنه. ناجی مشکلات رو حل میکنه، نه به این خاطر که واقعا به مشکلات اهمیت میده، به این خاطر که باور داره باید مشکلات بقیه رو حل کنه تا شایسته مهر و توجه دیگران باشه. در هر دوی این موارد نیت‌ها خودخواهانه و مشروط و در نتیجه خود تخریب هستند و عشق واقعی خیلی به ندرت تجربه میشه. فرد قربانی اگه واقعا پارتنرش رو دوست داشته باشه بهش میگه ببین این مشکل منه، مجبور نیستی برای من حلش کنی، فقط باش و من رو در این مسیر حمایت کن. این یک ابراز عشق واقعیه. اینکه مسئولیت مشکلات خودت رو بر عهده بگیری و مسئولیت رو نندازی گردن پارتنرت. اگر ناجی واقعا میخواست قربانی رو نجات بده بهش میگفت ببین تو داری تقصیر مشکلات خودت رو میندازی گردن بقیه، خودت حلش کن. و به طرز بیمارگونه‌ای این نمود عشق واقعیه. یه جور کمک به اون یکی برای حل مشکلات خودش. در عوض هم قربانی و هم ناجی از همدیگه استفاده میکنن که به سرخوشی‌های عاطفی برسن. مثل اعتیادیه که در همدیگه مصرفش میکنن. و نکته مسخره‌اش اینجاست که وقتی آدم سالمی رو بهشون معرفی میکنی که باشون وارد رابطه بشن میگن که طرف حوصله سربره یا شیمیشون به هم نمیخوره. اونها بیخیال اون آدم سالم میشن چون مرزهای درست حسابی این آدم به اندازه کافی برای ایشون هیجان انگیز نیست که باعث تحریک سرخوشی‌های مداوم در شخص خود محق بین بشه. برای قربانی ها سخت‌ترین چیز در دنیا اینه که خودشون رو مسئول مشکلاتشون بدونن. همه زندگیشون بر این باور بودن که دیگران مسئول سرنوشت ایشون هستن. برداشتن اولین گام ها برای قبول مسئولیت خودشون اغلب از ترسناکترین هاست. برای ناجی ها سخت‌ترین چیز در دنیا اینه که دست از قبول مسئولیت مشکلات دیگران بردارن. همه عمرشون حس ارزشمند بودن و محبوب بودن رو زمانی دریافت کردن که در حال نجات یکی دیگه بودن. در نتیجه بیخیال این نیاز شدن خیلی براشون ترسناکه. اگر برای کسی که دوستش داری فداکاری میکنی باید دلیلش این باشه که خودت میخوای، نه به خاطر اجبار یا ترس از عواقب انجام ندادنش. اگر پارتنرت میخواد برات فداکاری کنه باید دلیلش این باشه که اون واقعا میخواد اون کار رو بکنه، نه به خاطر اینکه شما این فداکاری رو از طریق خشم یا احساس گناه دستکاری کرده باشید. کارهای ناشی از عشق تنها زمانی معتبر هستند که بدون قید و شرط یا انتظارات انجام بشن. شاید برای بعضی‌ها سخت باشه تشخیص بدن که آیا کاری رو از روی اجبار انجام میدن یا داوطلبانه. برای تست کردنش این راهکار رو بهت پیشنهاد میدم. از خودت بپرس اگه به درخواستش نبگم رابطمون چه تغییری میکنه؟ و همینطور بپرس اگه پارتنرم کاری که من ازش میخوام رو نکنه رابطمون چه تغییری میکنه؟ اگه جواب این باشه که نگفتن شما کلی داستان میشه و چینی‌های شکسته زیادی رو کف آشپزخونه به جا میذاره، این یک نشونه بد برای رابطتونه. نشون میده که رابطتون مشروطه، بر اساس منفعت‌های سطحی که از هم دریافت میکنید بنا شده و نه پذیرش بی قید و شرط همدیگه و مشکلات همدیگه. آدمایی که مرزهای درست حسابی دارند از جر و بحث‌ها، کج‌خلقی‌ها یا آسیب دیدن‌ها نمی‌ترسن. آدمایی که مرزهای شلوول و تاری دارند از این چیزها می‌ترسن و همواره رفتارهای خودشون رو طوری تغییر شکل میدن که به ساز بالا و پایین‌های عاطفی رابطه‌شون برقصن. آدمایی که مرزهای محکمی دارن
درک میکنن که غیر منطقیه اگه انتظار داشته باشی دو طرف با هم 100% سازگار باشند و همه نیازهای همدیگر رو ارضا کنن. آدم‌هایی که مرزهای درست حسابی دارند درک میکنن که ممکنه گاهی به احساسات همدیگه صدمه بزنن، ولی در نهایت نمیتونن تعیین کنن که بقیه چه احساسی داشته باشن. آدم‌هایی که مرزهای درست حسابی دارن درک میکنن که رابطه سالم این نیست که عواطف همدیگر رو کنترل کنید، بلکه اینه که دو طرف همدیگر رو در مسیر رشد شخصی و حل مشکلات خودشون پشتیبانی کنن. رابطه سالم این نیست که به هر چیزی که پارتنرت بهش اهمیت میده اهمیت بدی. اینه که به پارتنرت اهمیت بدی صرف نظر از اینکه اون به چی اهمیت میده. عشق بی قید و شرط اینه عزیزم. چجوری اعتماد بسازیم؟ همسر من از اون دسته آدم‌هاییه که وقت زیادی رو جلوی آینه سپری میکنه. عاشق اینه که خوشتیپ و خوشگل باشه. من هم طبیعتاً عاشق اینم که اون خوشتیپ و خوشگل باشه. شبها قبل از اینکه بزنیم بیرون، بعد از 1 ساعت آرایش، شینیون، انتخاب لباس یا هر کاری که خانم‌ها پشت میز توالت انجام میدن، از اتاق میاد بیرون و از من میپرسه که خوب شدم؟ معمولا خیلی جذاب میشه، ولی گهگاهی هم خوب نمیشه. شاید میخواسته مدل جدیدی به موهاش بده یا تصمیم گرفته چکمه‌هایی بپوشه که یک فشن دیزاینر جلف میلانی فکر کرده خیلی آوانگارده. حالا دلیلش هرچی که بوده جواب نداده. وقتی این رو بهش میگم معمولا خیلی میره رو مخش. همزمان که داره برمیگرده سمت میز توالت یا کمد لباسهاش تا هر کاری که کرده رو از اول انجام بده و 30 دقیقه دیگه ما رو معطل کنه، چند تا فوش کیدار هم به زبون میاره که چند تایش رو هم به سمت من روونه میکنه. روال معمول اینطوریه که مردها در چنین شرایطی دروغ میگن تا همسر و دوست دخترشون رو خوشحال کنن، ولی من این کارو نمیکنم. چرا؟ چون صداقت در رابطم از اینکه همیشه حال خوب داشته باشیم برام مهمتره. آخرین آدمی که من باید خودم رو پیشش سانسور کنم زنیه که دوستش دارم و باهاش زندگی میکنم. خوشبختانه من با زنی ازدواج کردم که کنار میاد و پایه شنیدن افکار بدون سانسور منه. البته ایشون هم وقتی من پرت و پلا میگم صداش در میاد که به نظر من از ویژگی‌های مهم و دوست داشتنی همسرمه. قطعاً منیت من بعضی وقتا درد میگیره و هوچی بازی در میارم و اعتراض میکنم و زیر بار نمیرم. ولی چند ساعت بعد با خای مالی برمیگردم پیشش و اعتراف میکنم که حق با اون بوده. و الحق که حرفای این زن از من آدم بهتری ساخته، اگرچه اون لحظه از شنیدنشون متنفرم. وقتی بالاترین اولویت ما اینه که همیشه حال خودمون رو خوب کنیم یا همیشه حال پارتنرمون رو خوب کنیم، آخر سر هیچ کدوم حال خوبی نخواهیم داشت و رابطمون از هم میپاشه بدون اینکه خبردار بشیم از کجا خوردیم. بدون مشاجره و دعوا اعتمادی نخواهد بود. مشاجره بهمون نشون میده چه کسی بی قید و شرط هوامون رو داره و چه کسی برای منفعت خودش با ماست. هیچ کس به یک آدم همیشه باشه‌گو اعتماد نمیکنه. اگر پاندای سرخوردگی اینجا بود بهت میگفت که در رابطمون برای تثبیت اعتماد در همدیگه و ایجاد سطوح بالاتری از صمیمیت لازم و ضروریه. برای اینکه یک رابطه سالم باشه، طرفین باید طالب باشن که به هم نه بگن و نه بشنون. بدون این نفی کردنها، بدون این پس زدنهای گاه و بیگاه، مرزها فرو میریزه و مشکلات و ارزشهای یک نفر به مشکلات و ارزشهای اون یکی میچربه. مشاجره نه تنها طبیعی بلکه برای حفظ یک رابطه سالم کاملا ضروریه. اگر دو نفر که به هم نزدیکن توانایی این رو نداشته باشن که تفاوت‌هاشون رو آشکارا و کلامی به هم بگن، پس اون رابطه بر اساس دغل‌بازی و سوء تفاهم بنا شده و به مرور زمان به یک رابطه مسموم تبدیل میشه. اعتماد مهمترین عنصر سازنده هر رابطه‌ایه. دلیلش هم خیلی ساده است. چون بدون اعتماد اون رابطه هیچ معنایی نداره. یک آدم میتونه بهت بگه دوستت داره، میخواد باهات باشه، به خاطرت بیخیال هر چیزی بشه، ولی اگه بهش اعتماد نداشته باشی این گزاره ها به هیچ دردت نمیخوره. تا وقتی که به بی‌قید و شرط بودن عشقی که به سمتت روانه میشه اعتماد نکنی، نمیتونی با پوست و استخون حس کنی بهت عشق داده شده. چیزی که در مورد خیانت خیلی مخربه همینه. قضیه سکس نیست.
قضیه اعتمادیه که در نتیجه اون سکس خدشه‌دار شده. بدون اعتماد چرخهای رابطه نمیچرخه. پس یا باید اعتماد رو از نو بسازی یا اینکه از هم خداحافظی کنید. ایمیل های زیادی میگیرم از طرف کسانی که در رابطه بهشون خیانت شده ولی میخوان با پارتنرشون بمونن و با سرگردونی خاصی به این فکر میکنن که چه جوری میتونن دوباره بهش اعتماد کنن. اونها میگن که بدون اعتماد رابطهشون شده مثل یک بار اضافی، مثل تهدیدی که همیشه باید حواست بهش باشه و بهش شک کنی و این دیگه لذتی نداره. مشکل اینجاست که بیشتر آدم‌هایی که در حال زیرابی مچشون گرفته میشه معذرت خواهی میکنن و با چرب زبونی عبارت‌هایی مثل دیگه همچین اتفاقی نمیافته رو به زبون میارن و تمام. انگار که آلت مبارک خیلی تصادفی وارد سوراخ‌های متعددی میشه. خیلی از کسانی که بهشون خیانت میشه ساده لوحانه این حرفا رو باور میکنن و ارزش‌های پارتنرشون رو زیر سوال نمیبرن. از خودشون نمیپرسن که آیا این ارزش‌ها از پارتنرشون آدم خوبی میسازه یا چی؟ اونقدر درگیر چنگ زدن به رابطهشون شدن که نمیتونن تشخیص بدن که بابا این رابطه کوفتی تبدیل به سیاه‌چاله‌ای شده که همه عزت نفسشون رو بلعیده. اگر کسی خیانت کنه دلیلش اینه که چیزی جز رابطه اهمیت بیشتری براش داره. شاید اون قدرت و تسلط روی دیگران باشه. شاید گرفتن تایید از طریق سکس باشه. شاید تسلیم شدن در مقابل تکانه ها و امیال آنیشون باشه. هرچی که باشه پر واضحه که ارزش‌های فردی خیانتکار یه جوری نیست که از رابطه سالم پشتیبانی کنه. و اگه خیانتکار به این قضیه اقرار نکنه یا باش به سازش برسه، اگر جمله از مد افتاده نمیدونم با خودم چی فکر کرده بودم، خیلی هول شده بودم و مست بودم و اونم اونجا لوندی میکرد و غیره رو به عنوان جواب بلغور کنه، یعنی خودشناسی لازم برای حل مشکلات رابطه رو نداره. چیزی که باید اتفاق بیفته اینه که فرد خیانتکار باید لایه‌های پیاز خودشناسیش رو دونه دونه ورداره و بفهمه که چه ارزش‌های تخمی باعث شد شیشه اعتماد رابطه رو بشکنه و اینکه آیا هنوز ارزشی برای اون رابطه قائل هست یا نه. اونها باید توانایی این رو داشته باشن که بگن میدونی چیه؟ من خودخواهم. بیشتر از رابطه به خودم اهمیت میدم. اگه بخوام صادق باشم هیچ احترامی برای رابطه قائل نیستم. اگر فرد خیانتکار نتونه ارزش‌های تخمیش رو ابراز کنه و نتونه ثابت کنه که اونها رو با ارزش‌های بهتری جایگزین کرده، دلیلی وجود نداره که به این آدم اعتماد کرد. و اگه نشه بهشون اعتماد کرد، اون رابطه قرار نیست بهتر بشه یا تغییری بکنه. راهکار دیگه برای بازسازی اعتماد شکسته شده که کاربردی تر هم هست، اینه که کارهای فرد خیانتکار رو ثبت و ضبط کنی. اگر کسی اعتماد شما رو از دست بده، کلمه‌های قشنگی به زبون میاره. ولی بعدش باید شاهد فهرستی از رفتارهای اصلاح شده و بهتر شده باشی. اون موقع میتونی دوباره اعتماد کنی به اینکه ارزش‌های فرد خیانتکار با رابطه همسو شده و اون آدم عوض میشه. متاسفانه ایجاد یک سابقه خوب برای اعتمادسازی زمان زیادی میبره. قطعاً بیشتر از زمانی که صرف شکستن اعتماد شده. و در طی اون دوره اعتمادسازی احتمالاً چیزهای زیادی انمال و گوهی خواهد بود. پس دو طرف رابطه باید از چالش سختی که انتخاب کردن آگاه باشن. من از مثال خیانت در رابطه عاشقانه استفاده کردم، ولی میشه این فرایند رو به هر نوع نشت اعتماد در هر نوع رابطه‌ای تعمیم داد. وقتی اعتماد شکسته میشه، تنها در صورتی میشه بازسازیش کرد که این دو گام اتفاق بیفته. یک، اعتماد شکن به ارزش‌هایی که واقعاً باعث ایجاد ترک در اعتماد شدن اقرار کنه و ازشون تفره نره. و دو، فرد اعتماد شکن به مرور زمان رزومه تمیز و درست حسابی از رفتارهای اصلاح شدهش ثبت کنه. بدون گام اول نباید فوراً به صلح و آشتی تن داد. اعتماد مثل یک بشقاب چینی میمونه. اگه شکستیش با کمی مراقبت و توجه میتونی قطعه ها رو سرهم کنی. ولی اگه دوباره بشکنیش به تیکه های کوچکتری شکسته میشه و خیلی زمان بیشتری میبره که قطعه ها رو دوباره سرهم کرد. و اگه دفعات بیشتر و بیشتری اون رو بشکنی، در نهایت
اونقدر خرد میشه که دیگه نمیشه جمعش کرد. خرد شیشه ها خیلی زیاد میشه و گرد و خاک فراوونی کف زمین میریزه. آزادی که توی تعهد هست. فرهنگ مصرفگرا یه کاری رو خوب بلده. اینکه ما رو مجاب کنه بیشتر بخوایم. بیشتر. همه این تبلیغات و بازاریابی ها حامل این پیامه که هرچی بیشتر بهتر. من خودم به شخص سالها مرید این تفکر بودم. بیشتر پول در بیار، کشورهای بیشتری ببین، تجربه‌های بیشتری کسب کن، با زنهای بیشتری باش. ولی بیشتر همیشه بهتر نیست. در واقع عکس این قضیه درسته. واقعا اغلب اوقات با کمتر خوشحالتریم. وقتی فرصت‌ها و گزینه‌های بیشتری جلومون باشه، رنجی میاد سراغمون که روانشناسا بهش میگن پارادوکس انتخاب. لب مطلبش اینه که هرچی گزینه‌های بیشتری بهمون بدن، میزان رضایت ما از گزینه‌ای که انتخاب میکنیم کمتر میشه. چون از همه گزینه‌های دیگه‌ای که از کف رفتن مطلعیم. یعنی اگه 2 تا گزینه داشته باشی برای خونه‌ای که میخوای اجاره کنی و یکیشون رو انتخاب کنی، احتمالاً با راحتی خاصی توش میشینی و اطمینان داری که انتخاب درستی رو کردی. از تصمیمت راضی هستی. ولی اگه 28 گزینه داشته باشی و یکی رو انتخاب کنی، پارادوکس انتخاب میگه که احتمالاً سالهای سال به خودت میپیچی، شک میکنی، از خودت انتقاد میکنی، از خودت میپرسی که آیا انتخاب درست رو انجام دادی و اینکه آیا در خوشحالترین حالت خودت هستی؟ و این نگرانی، این تمایل به اطمینان و کمال و موفقیت تو رو ناشاد میکنه. حالا چی کار کنیم؟ خب، اگه مثل قبلن‌های من باشید، از انتخاب کردن هر چیزی تفره میرید و همه گزینه‌هات رو تا جایی که میتونی باز نگه میداری. از تعهد دوری میکنی. ولی اگرچه سرمایه گذاری عمیق روی یک شخص، یک مکان، یک شغل یا یک فعالیت ممکنه ما را از وسعت تجربه‌هایی که دوست داریم محروم کنه، ولی رفتن دنبال وسعت تجربه‌ها ما را از فرصت تجربه کردن پاداشی که در عمق رابطه نهفته است محروم میکنه. تجربه‌هایی هستن که فقط وقتی میتونی داشته باشی که 5 سال یک جا زندگی کرده باشی، وقتی که بیشتر از 10 دهه با یک نفر باشی، وقتی که بیشتر عمرت رو روی یک مهارت یا صنعت گذاشته باشی. الان که 30 سال دارم، بالاخره تونستم بفهمم که تعهد به روش‌های خودش گنجینه غنی از فرصت‌ها و تجربه‌ها برام به ارمغان آورد که هیچ جور دیگه نمیشد به دست آورد. صرف نظر از اینکه کجاها میرفتم و چه کارها میکردم. اگر به دنبال وسعت و فراوانی تجربه ها هستی، هر دفعه جایزه هایی که از ماجراجویی ها، آدم ها یا چیزهای جدید دریافت میکنی کمتر میشه. اگر هیچ وقت از وطن بیرون نرفته باشی، اولین بار که به یک کشور دیگه میری، ضربه شدیدی به دیدگاهت وارد میشه و الهام بخش تغییراتی بزرگ در وجودت میشه. چون تجربه‌های محدودی در چنته داری که باشون مقایسه کنی. ولی وقتی 20 تا کشور رو گشتی، کشور 21م ضربه آرومتری بهت میزنه و چیزهای کمتری بهت اضافه میکنه. و به همین ترتیب وقتی 50 کشور رو گشتی، 51مین کشور از اون هم کمتر بهت اضافه میکنه. و این رو میشه به دارایی‌های مادی، پول، سرگرمی‌ها، شغل‌ها، دوست‌ها و پارتنرهای رومانتیک سکشوال هم تعمیم داد. که همگی ارزش‌های خز و سخیفی هستن که آدم واسه خودش انتخاب کنه. مسن‌تر که میشی، با تجربه تر که میشی، هر تجربه جدید با شدت کمتری روی تو تأثیر میذاره. اولین بار که توی مهمونی مشروب خوردم خیلی هیجان انگیز بود. بار 100م باحال بود. بار 500م برام مثل یک آخر هفته معمولی بود و بار 1000م برام حوصله سربر و بی اهمیت بود. اتفاق بزرگی که برای شخص خودم طی چند سال اخیر افتاده، توانایی من در پذیرش تعهد بوده. انتخاب کردم که غیر از بهترین آدم‌ها، تجربه‌ها و ارزش‌های زندگیم بقیه رو پس بزنم. کرکره همه پروژه‌های کسب و کاریم رو کشیدم پایین و خودم رو وقف نوشتن کردم. از وقتی همچین انتخابی کردم، وبسایتم محبوب‌تر و پربازی‌تر از اونی شده که تصورش رو می‌کردم. مدت هاست که به یک زن متعهد شدم و در کمال شگفتی از هر کدوم از اون روابط یک شبه، دختربازی ها و جفتک پرانی هایی که در گذشته داشتم
حال خوب و پاداش بیشتری به ارمغان آورده. به یک نقطه جغرافیایی متعهد شدم و روی تعداد اندکی دوستای واقعی، سالم و بهتر از آب روان سرمایه گذاری کردم. و چیزی که دستگیرم شد خیلی نامتعارف و عجیبه که آزادی و رهایی خاصی در تعهد هست. دیدم که رد کردن دیگر گزینه‌ها و حواس پرتی‌ها به نفع چیزهایی که خودم انتخاب کردم و تصمیم گرفتم که در درجه اول اهمیت زندگیم قرار داشته باشند، فرصت‌ها و منافع بهتری برای من داشته. تعهد بهت آزادی میده، چون که دیگه حواست پرت چیزهای بی اهمیت و کم ارزش نمیشه. تعهد بهت آزادی میده چون به توجه و تمرکزت جهت میده و اونها رو به سمت چیزی که در خوشحالی و سلامت تو کارآمدترینه معطوف میکنه. تعهد تصمیم گیری رو راحت تر میکنه و ترس از دست دادن فرصت ها رو حذف میکنه. چون میفهمی که چیزی که الان داری به اندازه کافی خوبه. پس چرا همش سر به دست آوردن بیشتر و بیشتر حرص بزنی؟ تعهد شما رو قادر میکنه هدفمند و مصمم روی تعداد کمی هدف مهم تمرکز کنید و پله‌های موفقیت رو یکی یکی بالا برید. اینجوری پس‌زنی گزینه‌های بی ربط و دست رد زدن به چیزهایی که با مهمترین ارزش‌هامون همسویی ندارن و با معیارهایی که انتخاب کردیم همخوانی ندارند بهمون آزادی میده. دست برداشتن از اینکه مدام دنبال روی وسعت بدون عمق باشیم حس رهایی بهمون میده. آره خب، وسعت تجربه ها احتمالاً خیلی هم لازم و جذابه، مخصوصاً در دوران جوانی. به هر حال باید بزنی بیرون، از این شاخه به اون شاخه بپری و کشف کنی که چه چیزی برات ارزش این رو داره که خودت رو وقفش کنی. ولی جایی که طلا توش دفن شده عمقه و مجبوری به یک چیزی متعهد بمونی و بزنی به عمق که استخراجش کنی. و این در مورد رابطه، مسیر شغلی، ساختن یک سبک زندگی خفن، در مورد همه چیز صدق میکنه. پایان فصل 8.